امروزه تلویزیون پیس بزرگترین شبکه دینی عصر حاضر در کل جهان می باشد. بیش از 100 میلیون بیننده داره. بیننده های واقعی، نه بیننده های بالفعل. بیننده های واقعی ما شاید به بیلیون برسه. این کمک الله سبحانه و تعالی می باشد. با کمک الله سبحانه و تعالی با سرمایه بسیار کم او را تأسیس کردیم. در مقایسه با مبلغان عیسوی هیچ است. مبلغان عیسوی سرمایه هنگفت دارند. اما فرق ما با اونا ای است که الله سبحانه و تعالی با ما می باشد. ما مسلمان ها وظیفه خود انجام نمیتیم، پیام نمی رسانیم. تلویزیون های ماهواره در عصر حاضر بزرگترین فروشگاه جهان می باشد. بیشترین دسترسی شما به رسانه ها از طریق شبکه های ماهواره می باشد. بیش از 25,000 اسکای تلویزیونی در شبکه‌های ماهواره‌ای در عصر حاضر در کل جهان موجود می باشد. 0.5 الی 1 تریلیون دلار، 500 میلیون الی 1000 میلیون دلار، نیم الی 1 تریلیون دلار سرمایه شبکه‌های ماهواره‌ای جهان می باشد. بیش از 25,000 شبکه در جهان 80% نفوس جهان پوشش میده. بیش از 6 بیلیون نفوس جهان در عصر حاضر تحت تاثیر قرار میده. 99% آن حرام است. زشتی، بیشرمی، موسیقی، رقص، اکثریتشان 99% شبکه حرام می باشد. بعضی هایشان شاید کمتر حرام باشد. و در میان شبکه‌ای که موجود است چقدرشان حلال است؟ کمتر از 1%. حتی بعضی شبکه‌های اسلامی، بسیار از شبکه‌های اسلامی که موسیقی نشر میکنه. در میان شبکه‌های اسلامی بسیاری از شبکه‌های اسلامی است که موسیقی نشر میکنه. تقریبا 100 شبکه اسلامی در سراسر جهان وجود دارد که از میان اونا بیش از 75 شبکه‌اش عربی است. شماره 2 با زبان اردو می باشه که تقریبا 10 چینل وجود داره. با زبان انگلیسی 3 شبکه است. 1 یا 2 شبکه می باشه که در جای مختلف جهان موقعیت داره. 1 شبکه بنگلادشی می باشه، چند شبکه با زبان مالزیایی می باشه. تمامشان شاید 100 شبکه شود. مبلغان عیسوی به مراتب بیشتر دارن. فقط در امریکا بیش از 2000 اسکای تلویزیونی می باشه که از میان اونا 100 شبکه خاص برای مبلغان عیسوی است. فقط در امریکا به اندازه است. اگر انگلیس و دیگر کشورها را حساب کنیم به هزاران شبکه مبلغان عیسوی میرسه. با زبانهای مختلف فعالیت میکنن. ما مسلمان ها بسیار عقب مانده هستیم. رسانه دیگری که بسیار معروف است اینترنت یا تکنولوژی معلوماتی می باشه. قسمی که یادآوری کردم تکنولوژی معلوماتی آیتی تمام چیز در بر میگیره. مواد رسانه‌ای چاپی، مواد رسانه‌ای صوتی، مواد رسانه‌ای چاپی، مواد رسانه‌ای صوتی، مواد رسانه‌ای تصویری، مواد رسانه‌ای تصویری، وبسایت‌های متعدد، وبلاگ‌های متعدد، فیسبوک، توییتر. این رسانه در عصر حاضر با شبکه‌های ماهواره‌ای رقابت میکنن و بسیار زود بالای شبکه‌های ماهواره‌ای غالب میشن. معلومات آینده برای امروز ما تکنولوژی معلوماتی میباشه، اما تمام موادهای شبکه‌های ماهواره‌ای را در تکنولوژی معلوماتی استفاده کرده میتونه. اگر در گوگل برین، اگر بخواین که شهرت کدام شخص بفهمین، در گوگل نامش وارد کنن و در آخر کلمه کاما بانن. فقط نام را اگر بنویسن شاید تصویر واقعی نیاید. به طور مثال فقط ذاکر نایک اگر بنویسن، یک شخص دیگه به نام ذاکر حسین می باشه که تبلچی است. یکی دیگه به نام وی پی نایک است. هر دویشان یک جای بنویسن ذاکر نایک میشه. اگر کاما بانن به این معناست که هر دوی این نام باید یک جای باشه. پس هر وقت نام کدام سخنران را وارد کردن میفهمین که چند نفر او را میشناسه. اگر بنویسین که معروف ترین عیسوی، اگر در گوگل بنویسین بنی هین است. اگر بنی هین بنویسین شهرت او در حال تغییر می باشه. درجه بندی او 3 الی 3.5 میلیون نفر می باشه. هر روز تغییر میکنه. اگر در گوگل جستجو کنن براتون میگه که 3 الی 3.5 میلیون نفر او را میشناسه. وبسایت ها و جای دیگه در سراسر جهان بنی هین میشناسن. هر روز تغییر میکنه. بعضی وقتا 3 میلیون، بعضی وقتا 3.1 میلیون، بعضی وقت 3.5 میلیون. در میان هندوها معروف ترین آدم اندیو بابا می باشه. 3 الی 4 میلیون نفر او را میشناسن. 3 الی 4 میلیون نفر اندیو بابا را میشناسن. نفر دوم میان هندوها شری شنکر است.
2.5 الی 3.5 میلیون نفر او را میشناسن. وقت ذاکر نایک بنویسن 10 الی 13 میلیون میبینه. این یاری الله سبحانه و تعالی است. 10 الی 13 میلیون نفر معروف ترین سخنران دینی در میان مسلمان ها و غیر مسلمان ها. در گوگل بنویسن ذاکر نایک هست. الحمدلله. اما محتاط باشین که اکثریت اونا دشمن ما هستن. وبسایت خاصی ساخته که ذاکر نایک نقد کنه. با جوابای ما جواب میتن. در اول جواب میدادم، هر چیزی که بخلاف ما نشر میشد جواب میدادم، اما فهمیدم که مردم زیاد با ما مخالف هستن. اگه جواب اونا رو بتیم باز بر انجام کارهای دیگه هیچ وقت باقی نمیمونه. کارهای مثبت ما متوقف میشه. اگه با اونا جواب بتیم پس چندین سال است که جواب نمیتیم. ما میگیم اگه جواب میخواین بیاین تا بحث کنیم. در حضور اجماع بحث میکنیم. هر کسی که معروف است و در هر سخنرانیش حداقل 2 الی 25,000 نفر میآید. به طور عادی هر وقت که در هندوستان سخنرانی میکنم 50 الی 100,000 نفر حاضر میشه. بزرگترین نشست خود برای شما گفتم در کشنگنج بود. الحمدلله 1 میلیون نفر آمده بود. الحمدلله. هر کسی که میخواد امروز ما بحث کنه حداقل 20,000 نفر در سخنرانی شرکت کرده باشه. حداقل 20,000 30,000 50,000 نفر در یک سخنرانی خود جمع کنه. من حاضر هستم که امروز بحث کنم. یک بار امروز یک شخص به نام شری شنکر همین قسم یک بحث داشتم. او یک زمان در میان تمام سخنرانای هندو درجه اول بود. در 2006 یک بحث داشتم. وقت تلویزیون پیس تأسیس کردم بحث خود از زنده پخش کردم. عقیده الله در اسلام و هندویسم تحت اشعه کتاب ها. ماشاءالله. به خاطر همین تلویزیون پیس الحمدلله شهرت ما با آن که یک شخصیت معروف نبودم با مهربانی الله سبحانه و تعالی به خاطر همین رسانه در هندوستان در سال 2009 قسم که در شروع توضیح دادم ما 82مین شخصیت هندوستان بودم با آن که قبول نمیکنم. خود در آن موقعیت حس نمیکردم و در درجه بندی رهبران دینی در 2009 درجه سوم شدم. 2010 درجه اول شدم. حتی در میان 500 شخصیت معروف مسلمان در جهان فقط با کمک رسانه. حتی در میان 500 شخصیت معروف مسلمان در جهان فقط با کمک رسانه. لیست 50 نفر برتر بود. بعد از آن لیست 12 نفر مهم قرار داشت. نام ما در میان 12 نفر مهم مسلمان آمده بود که در درجه بندی 62مین از میان 500 شخصیت معروف مسلمان بودم توسط دانشگاه جورج. به خاطر چی؟ به خاطر رسانه. کسانی که شامل لیست بودن بیشترشان سیاستمدار بودن. حتی در هندوستان همین قسم است. سیاستمدار، نخست وزیر. این قدرت رسانه است که اجازه میده تا پیام خود ضرب بزنه. متاسفانه ما مسلمان عقب مانده ایم. از زمانی که رسانه به وجود آمده از شما خواهش میکنم که از تکنولوژی به صورت درست استفاده کنین و پیام اسلام برای دیگران برسانین. هدف آینده ما است که انشاءالله یک ماه بعد ما تولید موبایل پیس شروع کنیم. موبایل اسلامی قسمی است که بسیار چیزا حرام است. این موبایل اسلامی را ما قسم طراحی کردیم که بسیار سیستم بالا نداره و پایین هم نیست بلکه متوسط است. دوال کور است. 4 جی بی حافظه داخلی داره. 32 جی بی اس دی کار داره که در او تمام چیزهای اسلامی می باشه. والپیپر های اسلامی، بیش از 100 قطعه والپیپر و اسکرین سیور اسلامی، اپلیکیشن های اسلامی. فقط اپلیکیشن های معتبر اسلامی دوام باشه که در اینترنت جستجو کنیم صدها دانه اپلیکیشن اسلامی باشه که بعضی اونایشان معتبر است و بعضیشان معتبر هم نیست. ما 50 دانه اپلیکیشن معتبر اسلامی را انتخاب کردیم که شامل حدیث صحیح هست و بیش از 200 نوع زنگخور اسلامی در او قرار دادیم. تمام زنگخورایی که در موبایل های شما حرام می باشه به خاطر که موسیقی دارن. موسیقی حرام است. زنگخورای ما اسلامی است. تمام زنگخورای ما از نظر اسلام مجاز است. از دیدگاه اسلامی بررسی شده. صداهای طبیعی می باشند، صدای پرنده، صدای باران، قرائت، مداحی بدون آلات موسیقی، فقط چیزایی که مجاز است. بیش از 200 نوع زنگخور اسلامی داره. بیش از 80 ساعت سخنرانی ما با کیفیت عالی در او است. وقت موبایل دریافت کنن در کنار والپیپر اسلامی، زنگخور اسلامی، اپلیکیشن های اسلامی، بیش از 80 ساعت سخنرانی من نیز در او می باشه. شما مستقیم رفتن میتونین و تلویزیون پیس میبینین. یک اپلیکیشن است، دکمه را فشار میتن و به تلویزیون پیس میرن. انگلیسی، اردو، بنگلادشی، هر چیزی که بخواین. وقت انگلیسی را انتخاب کنین 3 جریان نشان میده که در هند، انگلیس و در امریکا جریان داره. هر کدام او را که بخواین انتخاب کرده میتونین. اگر انگلیسی را انتخاب کنین 3 گزینه میاد: کیفیت بالا، کیفیت متوسط و کیفیت پایین. با شما تعلق داره.
یک موبایل تریجی است. مطابق خواست خود انتخاب کرده میتونن، چون یک موبایل اسلامی می باشد بسیار قیمت نیست. وقتی وارد بازار شد قیمت او موبایل از $200 خواهد بود. به مرور زمان انشاءالله گونه های مختلف این موبایل عرضه میکنیم. تابلت های اسلامی، تابلت های پیس، همچنان بعضی وسایل دیگه الکترونیکی. پیش از اینکه سخنرانی خود خلاص کنم میخوایم درباره بزرگترین و درک نادرستی که نشر شده گپ بزنم. بعد از جهاد بزرگترین درک نادرستی است که اسلام به وسیله شمشیر حاکم شد. این درک نادرست است که اسلام به وسیله شمشیر تمام جای را تصرف کرد. بسیار عادی است. بهترین جواب توسط دلیسی اولری داده شده. یک تاریخ نویس معروف، او در کتاب اسلام در کراسرود در صفحه 8 میگه که تاریخ واضح میسازه که افسانه‌های اسلام به وسیله شمشیر اسلام در تمام جهان منتشر کرد و بارها همین عمل را تکرار کردند و دینشان را یک قسم انتشار دادند و این عاملش بوده.